افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام اصلا کنیم بیبی. انا شب هم رسید، وقتی افسانه هم آمد. امروز من برای شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک افسانه دختری زیرک را میخوانم. آماده اید؟ پس با دقت باشید. بود نبود یک زمانی در یک کنج جهان کمپیری بود. کمپیرک دخترک داشت، خیلی هوشیار و چقان. دخترک باری هم بیکار نمی نشست، حوله می رفت، خانه می داشت، خوراک می پخت، ریسمان می ریشت، متا می بافت و سوزن می گرفت و لباس می دوخت. دخترک روزی تا اول شب در سر چرخ نشست. کمپیرک را خواب آمد و گفت: وقتی خواب شد دخترم، چراغ را کش و خواب کن. مبادا بلای از دشت کربلا آمده چراغ را دیده به خانه ما ندرآید. تو خواب کن مادر جان، گفت دختر. چرخان میکنم، ریسان میکنم. چرخان مکن، ریسان مکن. شب شده است، وقتی سیر و گشتی پری شده است، گفت کمپیر. دختر به گپ مادرش گوش نداده کارش را دوام دادن گرفت. کمپیر را یغنه برد و بعد سرش را برداشته نگاه کرد که دخترش دوکان پیش خود گذاشته مشغول بافتن است. گفت: ای دختری گپ ندارو، کی خواب میکنی؟ بافی بافا میکنم، بربری برا میکنم، دوزی دوزا میکنم، پشت پشا میکنم، بعد خواب میکنم. مادر جان، گفت دختر متا بافته، بریده، دختر اکنون پوشیدنی بود که دیو برزنگی خنده کنان در آمده گفت: چراغ تابان را دیدم، دختری رخشان را دیدم، خرسند و خندان را دیدم، لباس پوشان را دیدم. دخترک ترسیده چراغ را پوف کرد و به بغل مادرش در آمده پنهان شد. مادر گفت: به گپ من ندر آمدی، سرمان را به بلا مانندی. دیو برزنگی کرپه را از سر مادر و دختر کشیده گفت: بوده است مگرا، بودی نبوده است مگرا، در شهر شما پیش مهمان خیستان نبوده است مگرا. کمپیر از جایش خیسته چراغ را در گراند. دیو برزنگی گفت: بوده است مگرا، بودی نبوده است مگرا، در شهر شما پیش مهمان نان ماندن نبوده است مگرا. کمپیر پیش دیو برزنگی دست در خوان انداخته نان گذاشت. دیو برزنگی دستش را به نان دراز کرده بود که دختر گفت: بوده است مگرا، بودی نبوده است مگرا، عادت دیوان دست نشسته نان خوردن بوده است مگرا. کجا دست شویم؟ پرسید دیو برزنگی. دختر تازان بیرون برآمد. در کنج حولی چاهی بود.
دختر بالایش بوری و پرتافت و دیو برزنگی را بیرون دعوت کرده آفتاب در دست در لب چاه ایستاد. منه آب بگیر و دستت رو شوی گفت به او. دیو برزنگی شتابان بیگمان برای بوریا پا مانده بود که یک باره به چاه افتاد. دخترک دهان چاه را محکم کرد. دخترکی زیرک با همین تدبیر بلا را از سرشان دور کرد و چه خیلی که دلش میخواست همان خیل زندگی کرده گشت. انا اصلکانی بیبی، افسانه ما به آخر رسید. برایتان افسانه دختر زیرک معقول شد؟ بسیار خوب. بر شما خواب شیرین خواهانم. اصلکانی من با شما بودم. بیبیتان براحت بانو. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان.